این یکی از پرطرفدارترین غذاهاست، اما به سبک من. روغن زیتون و سیر رو یه کمی فقط گرم میکنیم، اصلا نیازی نیست سرخ بشن. بعد بهش مرغایی که حب قندی خورد کردیم، اورگانو و فلفل سیاه و نمک رو اضافه میکنیم و یه 5 دقیقه فقط تفت میدیم. نمیخوایم که مرغ خشک بشه. از رو حرارت برمیداریم. کف ظرف نچسبمون رو یه مقداری چرب میکنیم. بعد نصف چونه خمیر سنگک یا بربری رو کاملا باز میکنیم و میبریم میذاریم تو فر از قبل گرم شده. حالا جعفری، پنیر فتا، پنیر پارمسان، روغن زیتون، یه مقداری هم آب سرد رو خیلی خوب میکس میکنیم تا یه سس خوشمزه‌ای به دست بیاد. حالا دیگه خمیر نیم پس شده، کل سطح اون رو چنگال میزنیم تا هم بهتر بپزه هم سس به خوردش بره. حالا 2 ملعقه از اون سس رو روی خمیر میریزیم و کاملا پخشش میکنیم. فقط حواستون باشه به گوشه هاش نخوره چون میسوزه. بعدم روش پنیر پیتزا میریزیم. با دست و دل بازی این کارو کنید چون به کش پیتزاتون خیلی کمک میکنه. بعدم مرغای سرخ شده و فلفل دلمه سبز و دوباره یه مقداری پنیر برای فیکس شدنش میبریم میذاریم تو فر از قبل گرم شده با دمای 180. وقتی که پنیر آب شد و خمیر هم پخت، پیتزای جذاب خونگی شما آماده است. از خوشمزگیش مطمئنم لذت میبرید. درست کنید و در کنار خانواده نوش جان.